سلام دوستان. سلام دوستان عزیز. من علی دوی خاوری هستم از کانال علی کریپتو فوکس. امروز میخوام خیلی ساده و سریع بفهمیم که کریپتو چی هست و از کجا شروع شده. امروز برای شما اینا رو توضیح میدم. اگر در آخر اگر خوشتان آمد، اگر دوست داشتی بیشتر یاد بگیری، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. خب، به نام خدا. یک دوره برای مبتدی و متوسط که خودم میخوام در یوتیوب بذارم. خب، دوره هایی که میخوایم آموزش بدم 3 بخش داره در اصل. بخش مقدمه، مفاهیم پایه و مقدمه است. بخش دوم با بازار و ابزار است که مثل بازارهای فارکس و کریپتو. و بخش سوم بخش تحلیل و استراتژی برای شما انجام میدیم. خب، بریم سراغ بخش اول. مفاهیم پایه و مقدماتی: تاریخچه پول، ارز دیجیتال، بلاکچین و آشنایی با رمز ارز معروف، کیف پول دیجیتال و امنیت برای شما خواهم تدریس داد. خب، تاریخچه پول و پیدایش ارز دیجیتال. اصلا پول چیست و چه وظیفه داره؟ پول وسیله‌ای است که به وسیله‌ای که بتوان مبادله انجام داد که این مبادله باید 3 ویژگی داشته باشه. یک، به اجزای ریزتر تقسیم شود، یعنی خردتر شود، یعنی هر کوچکتر شود. دومش فاسد نشود و سوم حمل و نقلش آسان باشه، مثل پول نقد که الان هم 1 افغانی داریم، 2 افغانی داریم، همینجوری 1 دلار تا 10 دلار و 100 دلار داریم. فاسد هم نمیشه، حمل و نقلش هم آسان است. بعد تاریخچه پول. اصلا پول از کجا پیدا شد؟ پول چی هست؟ خب، پول تحول. خب، بیا وظیفه‌شو اول بگیم. خب، وظیفه پول چیه؟ پول 3 وظیفه داره. یک، وسیله مبادله است. دو، واحد شمارش است. و وظیفه سومش وسیله ذخیره سازی است که شما توسط پول میتونید شما ذخیره سازی داشته باشید. خب، تحول تاریخی پول. یکی در ابتدا پول یک مبادله پایاپای بوده. یعنی چی؟ پایاپای یعنی کالا به کالا. در گذشته کسی مثلا اگه گندم داشت دنبال لباس میگرد، باید کسی را پیدا میکرد که لباس دارد و دنبال گندم میگرد و این شکلی باعث میشد که این شکلی مبادله ایجاد میشد که این خیلی سخت بود و همچین کسی پیدا کردنش سخت بود که باعث شد پول فلزی یا سکه‌ای به وجود بیاید. بعد پول فلزی و سکه‌ای به وجود آمد. سکه های فلزی مثل طلا و نقره به وجود آمد. سکه های فلزی توسط این سکه ها از فلزات گرانبهای مثل طلا و نقره یا مس ساخته می شد که اولین بارم این سکه ها پشتوانه پول ایجاد شد. خب، اسکناس. در آخر میم اسکناس چجوری ایجاد شد؟ اسکناس توسط دولت توسط اعتبار دولتی بود و پول کاغذی. همین اسکناس یعنی پول کاغذی مثل دلار و افغانی خود ما که توسط دولت یا بانک مرکزی چاپ میشه. خب، اولین بار اسکناس در کجا چاپ شد؟ در چین، که در قرن 7 میلادی بود. بعد از او اروپا، بعد از او همینجوری در کشورهای دیگه آمد. بعد از این اسکناس آمدیم روی ارزها پول دیجیتال. پول دیجیتال ما دو نوع پول دیجیتال داریم. یک پول دیجیتال بانکی و ارزهای دیجیتال. پول دیجیتال بانکی چیه؟ پول دیجیتال بانکی یعنی پولی هست که پشتیبانش همون پول اسکناس هست و از طریق
مثل کارت بانکی چیزا، از طریق اینترنت بانک چیزا شما میتونید جابجا کنید و دولت به این حسابهای شما دسترسی داره. ارزهای دیجیتال چی هستن؟ ارزهای دیجیتال همون یا پول دیجیتالی هسته که دولت ها دسترسی نداره، روی بلاک چین هسته و شما داخل کیف پولتان ارز دیجیتال دارید. خب چرا ارز دیجیتال؟ خب اگر چرا ارز دیجیتال به وجود اومد؟ یعنی خب مثلا اسکناس داشتیم، پول دیجیتالی وجود داره، چرا مثلا ارز دیجیتال به وجود آمد؟ خب همطور که شما شاید بدانید بزرگترین بحران اقتصاد در سال 2008 بود که اتفاق افتاد، که بزرگترین بحران‌های اقتصادی قرن بود دیگه. همون که از آمریکا شروع شد و به جهان آمد. این بحران باعث شد که باعث فروپاشی بانک‌ها شد، که یعنی مردم به بانک‌ها بی اعتماد شدن، یعنی بی اعتمادی با بانک‌ها. دلیلش چی بود؟ این بود که بانک‌ها به مردمی که اصلا اعتماد نمیشد قرض دادن و او به افراد کم درآمد قرض دادن و اونا قرضا را گرفتن، مسکن رفتن سرمایه گذاری کردن، که بعد بازار مسکن ریزشی شد که باعث شد که به این بحران به وجود بیاید. بعد حباب قیمت مسکن به وجود آمد، اما که قیمت آمد پایین یک حباب تشکیل شد. خب ناگهان سقوط. بعد چیکار شد؟ مردم که به بانک ها بی اعتماد شد و نیاز پیدا کرد به یک استقلال مالی. یعنی چی؟ یعنی یک پولی داشته باشه، نه در بانک بذاره نه در دولت دسترسی داشته باشه. و بالاخره به خاطر همین بود که ارزهای دیجیتال، به خاطر همین بحران بود که ارزهای دیجیتال در سال 2009 ایجاد شد، به خاطری که مردم نیاز به استقلال مالی داشت و سراغ ارزهای دیجیتال رفتن. که یکی بعد میگم که خب بیت کوین چیست و چگونه متولد شد؟ خب بیت کوین اولین ارز دیجیتال غیر متمرکز دنیاست که در سال 2009 که همونطوری که در تاریخچه پول گفتیم معرفی شد، که پول دیجیتالی است، رمزنگاری شده است و بدون نیاز به بانک یا دولت افراد میتونه منتقل کنه یا از این شخص به شخص دیگر ارسال کنه، هیچ دولت دسترسی نداشته باشه و روی شبکه بلاکچین اجرا شد که شفاف، امن و غیر قابل تغییر بود. خود در اوایل آن مثلا قیمتاش خیلی پایین بود، مثل 0.1 فکر کنم 1 سنت و 10 سنت همچین چیزایی بود. بعد این بیت کوین و چگونه متولد شد؟ خب توسط فرد یا گروه، یعنی معلوم نیست یک نفر یا یک گروه هستن، ناشناس بوده به نام ساتوشی ناکاموتو خلق شد، که هدفی از او ایجاد پول مستقل از دولت و بانک بود. هدف بیت کوین چی هست؟ ایجاد مستقل از دولت و بانک. خب ساتوشی ناکاموتو چی هستن؟ خود ساتوشی ناکاموتو حدود 1 میلیون بیت کوین استخراج کرده و هنوزم نفروخته و در حد اکثری که بیت کوین که یعنی ماکسیموم چیشه، حد اکثر مقدار بیت کوین در جهان فعلا 21 میلیون واحد است که 95% یعنی 19.9 میلیون بیت کوین استخراج شده. فقط یک چیز خیلی کم مانده که استخراج بیت کوین تا 2140 ادامه می‌یابد، که خیلی کم مانده و ارزش پیدا میکنه. همین باعث میشه که
ارزشش بیشتر شود. و ویژگی های ارز دیجیتال برای شما بگم، یکی کنترل، امنیت، انتقال و شفافیت. ویژگی هایی هست که مثلا هم روی ارز دیجیتال بررسی میکنیم، هم روی پول سنتی. خب کنترل، در ارز دیجیتال هیچ چیز کنترل نداره، غیر متمرکزه، ولی پول سنتی همون دلار و بانک مرکزی دسترسی داره، همچنین دولت دسترسی داره. امنیت، رمزنگاری شده ارز دیجیتال، ولی پول سنتی چی هستن؟ قابل جعل، همه میتونن برو پول چاپ کنن، میشه تقلب کرد. با انتقال چیه؟ ارز دیجیتال خیلی سریع انتقال میکنه، ولی پول سنتی را خیلی کند هستن. شفافیتش هم همینجوری که میبینید ارز دیجیتال بالاست، ولی پول سنتی محدود